در تجلیل روز استقلال امریکا حضور تانک، ماشین‌های زیرپوش، هواپیماهای جنگی و نشر خطاب‌های رئیس جمهور معمول نیست، ولی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ مقصد دارد در این روز نظامیان امریکایی را قدردانی کند. منقدان میگویند رئیس جمهور می‌خواهد یک عید متحد کننده مردم امریکا را به معرکه سیاسی تبدیل دهد. دیگران از چنین شکل جشنگیری روز استقلال خوشحالند. با فکرم او پرزیدنت است و وظیفه او صحبت با مردم است. او هم در کنار مجسمه لینکلن همین کار را کردن است. من جانب دارم. پرزیدنت ترامپ بعد شرکت در راهپیمایی نظامی روزی باستیلیا در فرانسه به حیرت آمده گفت که می‌خواهد در واشنگتن نیز گشت نظامی برگزار کند. هفته گذشته در نشست کشورهای گروه 20 گانه بزرگ در شهر اوساکای ژاپن هم گشت نظامی دایر شد. یاوری رئیس جمهوری روسیه میگوید پوتین ترامپ را به تماشای پرد روز غلبه دعوت کرده است. ما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را به جشن 75 سالگی غلبه که 9 می سال آینده دایر می شود دعوت کرده ایم و او جواب مثبت داده است. بعضی امریکایی ها با اشاره به خرج راهپیمایی نظامی که از حساب انداز مردم برپا می شود از اقدام ترامپ زیاد خوشحال نیستند. مخالفین اجازت گرفتند که به میدان مرکزی واشنگتن لختک عظیم ترامپ را با خود بیارند، چون این لختک در گذشته در لندن به نمایش گذاشته شد. در هر صورت برای اکثر سیاحان واشنگتن و روز استقلال یک نمایش است. ما با سفر 3 هفته‌ای از شهر کانزاس ایالت میسوری به اینجا آمده ایم. می خواهیم آتشبازی شام 4 ایول را تماشا کنیم. واقعا آتشبازی بزرگترین چاره‌بینی روز استقلال است. ترامپ وعده داده است که امسال این معرکه فراموش نشونده خواهد بود.